5 تا سایت هوش مصنوعی میخوام بهتون معرفی کنم که با این 5 تا سایت هوش مصنوعی میتونید کلی کار انجام بدید. سلام، من روزی هستم، امیدوارم خوب باشه. میخوام بهتون 5 تا سایت هوش مصنوعی معرفی کنم که با این 5 تا سایت هوش مصنوعی میتونید کلی کار خفن و جذاب انجام بدید. پس داخل ویدیو با من همراه باشید. اما قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، خوشم میاد همین الان ویدیو رو لایک کنید. خب سایت اولی که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش هست thetruesize.com. اینجا میتونید سایز واقعی کشورها رو بدونید. مثلا اینجا یک کشور هست، مثلا اینو برمی‌دارید میکشید اینور اونور و میتونید حتی با اون یکی کشور مثلا مقایسهش کنید. به این شکل اینجا هر کشوری بخواید میتونید سرچش کنید. سایت دومی که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش الان روی صفحه میاد، میتونید ببینید و وارد سایت که بشید میتونید مثلا آیفون رو طراحی کنید. مثلا میتونید اینجا طراحیش کنید. مثلا شما 5 تا دوربین بهش بدید، مثلا این 3 تا، اینم مثلا 5 تا. داینامیک آیلند میتونید واسش بذارید، مثلا ناچ میتونید بذارید. داینامیک آیلند شما مثلا میذاریم اینجا، یه دونه ناچ میذاریم مثلا اینجا. درگاه لایتنینگ میتونیم بهش بدیم، مثلا داینامیک آیلند داره، ناچ داره، درگاه لایتنینگ داره و این شد مثلا آیفون. سایت سومی که میخوام بهتون معرفی کنم، با استفاده از این سایت میتونید مثلا صداتون رو بهتر کنید که اسمش هم روی صفحه داره میاد و میتونید با استفاده از این هوش مصنوعی صداتون خیلی بهتر کنید و رایگان هم هست. سایت چهارمی که میخوام بهتون معرفی کنم، میتونید عکساتون رو با این سایت خیلی قشنگ‌تر بکنید. اسمش الان روی صفحه میاد و این هوش مصنوعی روی فتوشاپ هم هست که اونجا هم خیلی کاربردیه و اینجا هم باز خیلی کاربردیه و البته روی فتوشاپ 2023 هست و میتونید باهاش کلی کار جذاب و خفن انجام بدید. سایت پنجم و آخرین سایتی که میخوام بهتون معرفی کنم خیلی بالا، الان اسمش روی صفحه میاد، میتونید ببینید. میتونید اسم یه مکانی رو بهش بدید، بعد اون مکان رو به شکل سه‌بعدی بهتون بده. مثلا نگاه کنید اینجا رو، خیلی باحال. مثلا اینجا یه نمونه رو مثلا گذاشته که شما میتونید مثلا نگاه کنید. مثلا من اینجا می‌نویسم کتابخانه، بعد میتونم حالتش رو مشخص کنم، مثلا چجوری باشه، انیمیت باشه، چجوری باشه، که خیلی باحاله. بعدش اینو میزنیم، مثلا اینجا یه دونه کتابخانه سه‌بعدی درست کرد که خیلی باحاله. نگاه کنید. این مدت از سایت هوش مصنوعی که می‌خواستم بهتون معرفی کنم. اگر از ویدیو خوشتون اومده حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش بزنید، فالو کنید. دمتون گرم. مرسی از همراهیتون. خدا نگهدار.